این مرغ میشه پای ثابت سفره هاتون. مرغ سماقی. مرغ رو با زعفرون، نمک و سماق قرمز مزه دار میکنیم. بعد هر دو طرفش رو تو روغن داغ سرخ میکنیم. این مرحله بهتره که 10 دقیقه یک ربع طول بکشه با شعله کم تا همینقدر خوش رنگ بشه. مرغ رو از تابه خارج میکنیم. تو همون تابه پیاز رو سرخ میکنیم. 1 قاشق رب و سیر خردشده رو هم حتما سرخ کنیم. مرغ رو به تابه اضافه میکنیم و طبق معمول آب رو تا جایی میریزیم که روی مرغ ها رو نگیره. بعد از حدود 1 ساعت و نیم مرغ پخته، ترکیب سماق قرمز و قهوه‌ای و رب انار یه طعم ملس و خیلی خوشمزه و خوش‌عطر داره. ته‌دیگمون رو هم آماده میکنیم. برنجمون هم به شکل کته یا آبکش دم میذاریم. مرغ هم تو این فاصله دیگه پخته و نگم که چه عطری داره. حتما با این پیاز کاراملی ترکیب با سماق و رب انار نوش جانش کنین و مستقیم برید بهشت. فقط شما ته‌دیگو ببین. خیلی خوشمزه است. حتما امتحان کنین.